بهترین انسان چه کسی است استاد؟ بهترین انسان انسانی است که فایدهش به دیگران برسه، چون این یکی از گفته های پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم است. در این صورت فایده چیست و مفید چه کسی است؟ کلمه فایده در این گونه جملات معنای مطلق یعنی کلی داره، چون هم با توجه به خود شخص و هم با توجه به وضعیت فرق میکنه. یعنی چطور استاد؟ مثل آب نوشیدن. آب دادن به شخص تندرستی که تشنه است فایده است، اما آب دادن به تشنه لبی که تازه از عملیات خارج شده و دکتر نوشیدن آب برش ممنوع کرده فایده گفته نمیشه. فهمیدم. در صورتی که هر دو یک کار است، پس در این صورت انسان فایده رسانه چطور بشناسید؟ ببین صالح، فایده حقیقی عمل خوبی است که نیازهای انسان تشنه را برطرف میکنه. یعنی؟ انسان برای آخرت آفریده شده. دنیا فانی و زودگذر است، اما خانه ابدیت و جاودانگی در اینجا به دست می آید. پس بهترین فایده را کسایی می رسانند که در راه آبادی این خانه انسان زحمت می کشند. وقت انسان های فایده رسان به این اندازه اهمیت دارند، کارهای خیر و خوبی هایی که انجام می دهند نیز مهم خواهند بود. بله، هر کار و هر سخن این انسان هایی که در حضور خدا بسیار قدر و قیمت دارند حتما باید از دل و خالصانه باشه صالح. رفتارهایی که همراه با اخلاص و صمیمیت نیستن نمیتونن دلها را بیدار کنن، اما کدام انسان میتونه اخلاص و صمیمیتش همیشه حفظ کنه؟ همین نکته بسیار مهم است، برای که انسانها خوبی هایی را که وسیله او شدن متعلق به خود نسازند، در را با موانع مضر مواجه میشن. اما کارشان کار خیر است. به نظرتان این موانع غیر قابل تحمل نیستند؟ نه خیر، راز کار ده همین جاست. انسان فایده رسان در برابر همه مشکلات و موانع استادگی میکنه و در نتیجه میبینه حقیقت هایی که او گفته و بیان کرده در زندگی روزمره انعکاس خوبی پیدا کرده. در این وقت این شخص متوجه چی چیزی میشه؟ میفهمه که صاحب همه خوبی ها الله است و همه ما یک سبب هستیم. صاحب اصلی اجراات او است. قلب ها هم در دست الله است. ایام کمک میکنه تا انسانی که در راه خیر است به شکل دوامدار در دایره خیر باقی بمانه. استاد، پس وظیفه ما چی است؟ مقدمه را خبرت گفتم. حالا بیا که به یک آدم فایده رسان کمک کنیم. مهربانی نخستین جوهر انسان است. بدون او هر چیز معنای اصلی خود از دست میده. هر چیز با مهربانی آفریده شده و با مهربانی اصلی خود ادامه میده. نظام اصلی نیز با مهربانی پایه‌گذاری شده. مثلا کرما زیر پا به مهربانی نیاز دارن، اما در این حال در راه مهربانی کردن چیزهای زیادی به طور خستگی ناپذیر مشغول کار هستند. در سینه خاک کار میکنند و زحمت میکشند، به هوا پرواز میکنند و پر و بال میزنند. مثل زنبور عسل که با زحمتهای خستگی ناپذیرش به خاطر تهیه عسل به انسان‌ها کار میکنه و در حال فعالیت است. نظام اصلی نیز با چنین نغمه‌هایی از مهربانی کار میکنه و با نغمه‌های دلانگیز فعالیت میکنه. ما هم به عنوان انسان باید این عمل موجودات نمونه و سرمشق قرار بدیم. وظیفه ما در بین این موجودات کبر و غرور نیست، بلکه به حیث یک بخش از آنها به نمایش گذاشتن مهربانی و شفقت است. همیشه گپای تکراری استاد. مکتب بیا، برو، پدر و مادرت بیبی، کار خانگی یادت نره، نان بخور، استراحت کن. بله، من بیشتر از این میگم. من در مورد جزئیاتی صحبت میکنم که همه روزا از کنارشان رد میشم اما نمیبینیمشان. در این روزا کسی پروای درد کسی رو نداره بچه. چون هر کسی یک عالم درد و گرفتاری داره استاد. اوتر خواه هست، اما به تنهایی حل و فصل کردن ای همه مشکلات سخت نیست. امروز و فردا یک کار را تجربه میکنیم، حتی بعضی حادثات میبینیم اما نادیده میگیریم و یا فراموش میکنیم، اما در اصل یه حوادث و مشکلات در ذهن ما ثبت میشن. یکم را تا ختم کار پیش ما میمانند. در درس های ما آزاد کار میکنیم. مثلا رفیقایتان که در کانتین لاین میشن، یا او پیرزنی که در دم در قلم میفروشن، و پشکی که چند روز پیش چوچک کرد. مسابقه فوتبالی را که چاشتانه در تفریح بازی میکنیم. میتونیم تصویر برداری کنیم و در آخر هر تصویر نظریات خود اضافه کنیم. به این ترتیب چیزایی که از نظر فراموش میشن ثبتشان میکنیم و بعداً میبینیمشان. کاملا همونطور است. کمره‌ها شبانه در الماری مشترک ما نگهداری میشه. اگر کسی دزدیش کرد چی استاد؟ من به شما اعتماد دارم.
زنده باشی. اینو بگی. نزدیک شو نزدیکتر. آهسته آهسته آهسته. آرامتر. سعید اینه بگیرش. اینه بگیرش. آخ بایم. شیوه بسیار خوب را انتخاب کردین استاد. براتان تبریک میگم. تا آخر زندگیشان نخودی را فراموش کردن. کم از گفتن کده موثرتر است. من سال دیمی هستم. تازه با وظیفه شروع کردم. من نجاتی هستم. بسیار خوشحال شدم. از آمدنتون خبر داشتم. فکر میکنم رشته ما هم یکی است. بله. مطمئن هستم که شما بسیار چیزا را خودم مختم. صفتتان زیاد شنیدیم. استغفرالله. قبلا در کدام مکتب بودیم؟ قبلا مسئولیت‌های مختلف داشتیم. گفتم اگه معلمی بکنم شاید بیشتر مفید واقع شوم و به این مکتب آمدم. بعد از یک جای کار میکنیم. من اول به این تشویش بودم که اگه مرا چیز شود از شاگردایم که مراقبت خواد کرد. درسای مرا کی پیش خواد بود. خدا نکنه استاد. اجازه بدین که ما هم در چند درستان اشتراک کنم. به این ترتیب من هم به نحوه مدیریت در صنف و هم به رمز بردباریتان پی خواد بردم. چرا نه استاد صالح؟ از این معلوم میشه که شما با من هم نظر هستین. گرچه خانم میره ذهنیت کهنه تلقی میکنه اما معرفی با اشخاص مثل شما برام جای خوشی است. موفق باشین استاد. شما هم همچنین. استاد صالح بفرمایید استاد. میخوایم شما رو با فامیل معرفی کنم. امشب با دوستا دور هم جمع هستیم. میخوایم شما هم بیاین. شاید بتونیم در مورد شیوه‌های جدید درسی با هم صحبت کنیم. البته چرا نه، بر من افتخار است. استاد شما حق با جانب بودین، چون من تا امروز متوجه نشده بودم که کانتین والا یک ذره به مشکل را میره. همیشه میگفتیم تست شو و سرش عصبانی میشدیم. بعد از این متوجه میباشیم. بعضیا میگن پول آدم خوشبخت نمیسازه. عجب مردمایی هستن. طبعا که میسازه. یعنی البته که به جامعه و ملت مفید واقع شدن و خدمت کردن مهم است. مثلا درسی تجارت رشد میکنی و یک مکتب میسازی. یک قسمی بهتر نیست؟ رمزی تو به اندازه کافی درسی تجارت رشد کردی، این مکتب کی میسازی؟ وزودی، کاملا وزودی. یعنی شما به نجاتی هم نظر هستین هموتا؟ آرمانگرایی و غیره. اما فراموش نکنین که مهربانی مرض به بار میاره. البته که هر مسلک و کار جایگاه و ارزش خاص خود داره، اما معلمی همونطور که میگن یک وظیفه مقدس است. قشر جوان جامعه پیشونه امانت است. تمام زندگیشان میتونن متحول بسازن. شما در مورد کدام جوانا صحبت میکنین استاد؟ نجاتی به خاطر شاگردای خود پیشنهادهای بسیار خوب رد کرده. همیشه بیشتر از خود به فکر اونا بوده. اما ارزشش نداره. اونا سوء استفاده میکنن. بله. بچه‌ای که پدر مادرشون تا سن 16 سالگی تربیت دادن نتونستن. شما چطور میتونین تربیت کنین؟ پیش داوری میکنی. اگه کلگی هم عقیده و هم مفکوری تو می بودن حال دنیا در این حال و روز نی بود. از همین خاطر من پیش داور نیستم. مطمئن هستم نجاتی. دفعه دیگه میمان ما هستین، درست است؟ تشکر. استاد صالح شما هم تشریف بیارین. خدا بریم خانم. به خاله سلام بار برسون. چشم، شب بخیر. بچیم تو داری چطور؟ بیا جان مادر. پیشانیش بسیار داغ است. نه به نظرم عادی است. چند دقیقه بعد باز میبینیمش. حالا با اتاقش ببره خوابش بده.
هیچ باورم نمیشه نجاتی. تو در یه وقت شیشتی و پارچه امتحان نمیبینی؟ سبا باید تسلیمشون بتون. در یه وقت متوجه زندگی و آینده ما نیستی؟ بیبی رمزی فرصت کاری خوبی را پیشنهاد کرد. چی میشه که استعفا بدی؟ زندگی ما بهتر خواهد شد. به خدا قسم شرم میاد که کسی را به خانه دعوت کنم. تا بکی نجاتی. تو زندگی رمزی را ببین، زندگی ما را. نوریا جان اطور نکن. چی نکنم نجاتی؟ خواهش میکنم بس است دیگه، ارزشش نداره. چرا نمیفهمی؟ ما را فدا کردی. من شما را بسیار دوست دارم نوریا. اگه ما را دوست داری به خاطر یک زندگی بهتر و مرفه برای ما هر کاری که لازم باشه باید انجام بدی. بله آکان چی شده بچه؟ خیرت خواه است؟ مشکل خوب پیش نامده؟ سمه گفتی؟ چی میگی آکان؟ گفتی ده کجاست؟ میشنمم فهمیدم این همیاله برامدم. چی شده؟ سمه از خانه فرار کرده. یک شاگرد دیگه هم زنگ زده. در یک محیط بسیار خراب رفتم. من باید عاجل برم نوریا. از دست چی میایه نجاتی؟ وقتی که پدرش به فکر اولادش نباشه از دست تو چی میایه؟ به من اعتماد دارم. گپم گوش میکنه. زیاد دیر نمیکنم. نگران نباش. مادر آمدم جان مادر. مادر چی شده قند مادر؟ مادر خنک میخورم. آه جان مادر ده تو میسوزی. تو چقدر تو داری؟ باید پیش دکتر بریم. آه نجاتی بجایی که به فکر بچه خود باشی به فکر بچه مردم هستی. اوه خدا تلفن یادم رفت. کجا شدی او بچه؟ بسیار منتظر خانماندی. دقیقش نباش. بر رفقایتم خو میخوایی؟ نه تنها برای خودم میخوایم. کیفیت شالی است. بسیار خوشت خود آمد. چی میگی؟ در داخلش چند دانه است؟ اما خدره که تو را پرواز بده. چه خوردی؟ این پیسه کفایت نمیکنه. دگان بکش. دفعه اول است مراعات مکو. مشتری دائمیت خواهد شدم. مردم دلین هستن. من با تو بار مشتری ها ضرورت ندارم. حالا بگو که دگان پیسه میتی یا نه؟ انقه بس است دیگه. الازود شو. این کار دیگه چه نزنی نداره. درست است. چقدر دیگه میخوایی؟ 250 دیگه. اوه زیاد گفتی بیادر. باقی مادهش پسان برد میتون. دیگه چی؟ چطور از مفت برد بتون؟ او بچه اگه میگیری بگی، اگه نمیگیری من میرم. درست است. این حالی شد. بگی برو کیف کو. سمه استاد شما؟ سمه چرا این کارو میکنی؟ دلت به حال خودت نمیسوزه؟ دست چپت چیست؟ چیزی نیست استاد. بچه تو خو میفهمی روزانه چند جوان از همین خاطر میمارن. خدا میفهمه که پدر و مادر چقدر تشویش شده باشن. شما چطور خبر شدین؟ بالاخره یک قسم خبر شدم. چیزی که دستت هست برای ما بده. پدر و مادرم مرا دوست ندارن استاد. لطیکوبی که هر روز مرا پدرم میکنه حد و حساب نداره. دیگه تحملش ندارم. من همراهش گپ میزنم. قبول میتونم. حالا بیا که خانه بریم. سمه پدر؟ تو آرام باش. من همراهش گپ میزنم. پدر من هیچ گناهی ندارم. استاد نجاتی مرا اینجا برد. گفت که چیزی نمیشه. اما من بد اخلاق تو باید از معلمی اخراج شوی. از معلمی شرم کو. بیا که حوزه بریم. من ایره نمیمونم. این چی قسم معلم است؟ من شکایت میکنم. بیا که بریم. من پیچکاری امروز شکدام. این پیچکاری ها را باید 5 روز متواتر تطبیق کنین و در ضمن سبا ماینات عکس ها و گپایش خلاص کنین. بچه شن دکتر صاحب؟ کدام چیز مهم نیست، اما باید متوجهش باشین. شما خب بیمه دارین نه؟ بله از دکتر صاحب. همسرتان؟
برش یک کار عاجل پیش آمد، از او خاطر آمده نتونست. خیر باشه، تشویش نکنین. برا خوب میشه انشالله. به موقع شفاخانه آوردینش. نسخهش نوشته کدام. دواهایش حتما بگیرین. میگیریم دکتر صاحب. زنده باشین. سلامت باشین. آمر صاحب اگه اجازه شما باشه میخوایم با سمی چند لحظه صحبت کنم. بفرمایید. قطع بچه ما درباره چی صحبت میکنین؟ آرام باشین محترم. بفرمایید استاد. سلامت باشه. بیا سمی. استاد به نظرت با استاد نجاتی باید همت یک برخورد شود سمی؟ استاد با دروغ گفتن خدا بیگناه ثابت کرده نمیتونی. اگه کسی نفهمه خدا خو میفهمه. از او هم نمیترسی؟ استاد پدرم منو میکشه. نمیتونم. سمی پدرم خو میشناسین استاد. بس از دیگه قگب. بیا که بریم. آقای نجاتی را پیدا میکنیم استاد صالح، اما ایران به یاد داشته باشین که این نمونه تحقیق در مورد استاد نجاتی میشه و نمیتونه دهن مردم بسته کنه. امیدوار هستم متوجه منظور ما شده باشین استاد صالح. متوجه هستم. زنده باشین آمر صاحب. مادر پدرم هنوز نامده. بچه‌ایم چند دقیقه بعد میایه. پدرم کجاست مادر؟ چرا در خانه نیست؟ نمیفهمم بچه‌ایم نمیفهمم. بیا که بریم استراحت کنیم. بیا. ما چی کردیم که این مشکل برام پیش آمد؟ چی جرمی را مرتکب شدیم که خداوند به ما اجازه را داد؟ خداوند بین شر خیر پنهان کرده. اتفاقات بدی که برای ما پیش میشه میتونه به خیر ما باشه. در ضمن هر چیزی که سر ما میاد جزا نیست. چون اگه همه بدی ها آنن مجازات میشد در دنیا انسان باقی نمیمان. آرام باشین. پشت هر گرفتاری یک راحتی است استاد. نجاتی کجا بودی؟ چرا متوجه ما نیستی؟ خبر داری که به سر ما چی آمد؟ بچه رو به شفاخانه بردم. هر اتفاقی میتونست پیش بیایه اما تو نبودی. چرا نبودی؟ باز میشم اون شاگردا. رویت چی شده نجاتی؟ ای چیز. نجاتی؟ بسیار بد شد نوریا. بسیار بد. من تباه شدم. برات کدام مشکل درست کردن؟ چی شده؟ من خب برات گفتم ارزشش نداره. اما یک غلط تمام صحیح ها را از بین نمیبره. اما اگر غلط ها از صحیح ها زیاد باشه باز وقت استاد نجاتی در زندگی کار نمیکنه. من باور نمیکنم. میگن که دربارش تحقیق میکنن. استاد نجاتی آمد. صبح بخیر استاد. فکر میکنم صبحای بخیر نمیگذره استاد صالح. هر کسی که نیتش خیر باشه شر برش آسیب رسانده نمیتونه. وقتی که همراه شما گپ میزنم دوباره امیدوار میشم استاد. شما یک معلم بسیار خوب هستین استاد نجاتی. اما من مطمئن نیستم. استاد نجاتی کبره دوزی کردن. چی؟ مطمئن هستی؟ بله استاد. الماری شکستاندن. از کبره یکش نیست. اما من به شما اعتماد کرده بودم. هر کسی که کار کرده مطمئن هستم. فقط خواستم رای ما و شما یک شوخی کنم. اما من مطمئن نیستم. شاگردای مرا میشناسن و میفهمن که 3 سال است چقدر به خاطرشان زحمت کشیدیم و چقدر دوستشان دارم. این کار نباید میشد.
اتفاق دیشب نباید رخ میداد، اما شد. من همیشه به این باور بودم که در وجود هر انسان جوهری از خوبی نهفته است و همیشه به این اعتماد داشتم. یک شاگرد من نباید از شیطان پیروی کنه، اما فکر میکردم که غلط کل سیار از بین نمیبرد، در حالی که غلط چطور میتونه مساوی با یک صحیح باشه؟ نمیتونه. استاد، کس را کی کار کرده میشناسین؟ اگه بشناسم هم نامش نمیگم استاد صالح. هر کسی که این کار کرده امیدوار است متوجه اشتباه خود شود. مرا گفتن که باید استعفا کنم. خوب است که شما ایجاستین. شاگردان پیشتان امانت هستند. استاد، حادثه دیشب و بعدشان به سرقت رفتن این کمره کل ما را دچار مشکل ساخته. من نیت نیک شما را درک میکنم، اما بازم مجبور هستم در مورد شما تحقیق کنم و استعفای شما را بخوایم. حق با شماست. یک معلم بد مثل ما به این مسلک ضرر میرسونه. استاد نجاتی، شما به یک کمی وقت ضرورت دارید. وقت نه، به تجدید اعتقاد نیاز دارم. اما فکر نمیکنم که باورها و اعتقادات قبلی خود به دست بیارم. اگه میفهمین که کمره رو که دزدی کرده بگوین، چون در غیر صورت خودتون مظنون شمرده میشین. حال ما به اندازه کافی مظنون است و مدیر صاحب دیگه برام فرق نمیکنه. ایام تاوان کمره دیگه نمیفهم چطور جبران کنم. کم از کم در رابطه با قضیه سرقت میتونین یک چند نامه برای ما بگوین. چی فرق میکنه مدیر صاحب؟ یکی از شاگردایم است دیگه. این نشان میده که من یک معلم خوب و وظیفه شناس نیستم. در مورد ما تحقیق، بازپرسی، هر چی که لازم است انجام بدین. خداحافظ. راستی احمد، تو درباره که کی دیشب با استاد نجاتی زنگ زده بود معلومات خانه داری؟ نه خیر استاد. بله، نوریه من هستم. بسیار متاسف هستم. استعفای خدا دادم نوریه. چی؟ استعفا دادی؟ نجاتی، من ایران ماندم که من خوش شوم یا خفه. صدایت بسیار گرفته است. تو خوب هستی؟ دیروز پدر سمه من را به بد اخلاقی متهم کرد. امروز هم یکی از کمره ها دزدی شد. از چیزایی که برایشان یاد دادم هیچ چیز نفهمیدم. تو حق و جانب بودی. تمام زندگی و در راه یک هدف پوچ بردارم. حالا همه چیز چطور از سرشون خواهد کردم؟ چطور باور خواهد کردم؟ چطور اعتماد خواهد کردم؟ چطور؟ نجاتی، خانه بیا خانه. براقم پرسانتا میکنه. پیچکاری امروزشم کردیم، حال خوبتر است. نجاتی، من پریشانت هستم. بیا، همه چیز درست میشه. منتظرت هستم. خدایا تو کمکمان کن، به داد ما برس.
میخوایی؟ زنده باشی. با دردمندا فایده داره. با درد ما یه چیز چاره شده نمیتونه. حال سرنوشت این ماهی دست کیست؟ دست شما. اینه گریخت. سرنوشت همه ما دست خداوند است. اگر دست من می بود این ماهی را پخته کردم میخوردم، در حالی که خداوند خواست که او زنده باشه. رحمت خداوند همه چیز فرا گرفته. ناامیدی حرام است. بنده همیشه در بین خوف و رجا می باشه. اون ماهی چند لحظه پیش می ترسید، اما حال در بین امید شنا می کنه، زیرا خواست خداوند بود. به خدا مسپارمت. بریم. کمک کنین، دستگاه ما زدن. کمک کنین، خواهش میکنم. یکی دستگاه ما گرفتن. یک دقیقه بچه نشد. چی گفت بسوچه؟ برو احسان سربتی برو. بچه شما اشتباه میکنه. استاد شما؟ موسا چالک؟ موسا تو هستی؟ استاد نام تخلص تو زمان شد. حالا کرزی چی کنیم؟ تو برام بگو چی کنیم کرزی؟ برو تیز شو. کجا میره ماشه؟ تو جای همیشگی این نفر تو رو شناخت. اگه لشین با پلیس خبر میده. زود باش. درست. خوب وندت خورد مسی. چی خوب کامریز. بعد از زنگ رخصتی در مکتب ماندم و رفتم از الماری کشیدمش. تیز برو گفتم. چی شده او بچه؟ چیزی نیست. بشو زود باش. تکان بخور دیگه. برو دیگه. حتما بلای سر خود آورده. تلفنشم خاموش است. خدای دیوانه میشم. چیز نخواد شده باشه. حتما برای کدام شاگردش مشکل پیش آمده. به خاطر نجات او رفته. دوست ما بسیار عاطفی است. همه باید آرام باشیم. میایه شاید آدم از اینکه مایوس شده کدام جای رفته. میره. آدم فاضل محترم است نه؟ زود آزرده میشه. این نجاتی است. گرچه دیشب در پس کوچه ها کارهای خلاف انجام داده. خب بازم رمزی خواهش میکن از خانه برای. چون در زندگی تو جز پیسه دیگه هیچ چیز ارزش نداره. بناهن نمیتونی شوهر مرد درک کنی. ناامیدی های اونم درک کردن نمیتونی. اما دیروز این مسئله در روزنامه‌ام چاپ شد. من به شوهر خود اعتماد دارم. خدا خودش میفهمه که او هیچ کاری خلافی انجام نداده. اگر نه تا به حال چند بار پول، ثروت، مال و ملک به ارزش‌های خود ترجیح میداد. درست پیش تو هم با ما هم نظر بودی. چی گپا که برش نزدی؟ شاید هم به خاطر تو خدا گم و گور کرده. اشتباه کردم. کاش که نمیگفتم. کاش که به نیت پاک او باور میکردم. کاش که حداقل احترامش میکردم. شاید او وقت آمدن پیش من انتخاب میکرد. ولی مطمئن باشین این حادثه که پیش آمد باعث شد تا شوهر خود بهتر درک کنم و بیشتر دوستش داشته باشم. از این کارم پشیمان نیستم. حالا لطفاً از خانه براین. حالا بخیر که بریم. بخیر.
اگه به خودش کدام آسیب رسانده باشه. امروز صداش خیلی گرفته بود. چند وقت میشه که شوهرتان رو میشناسم، اما متوجه شدیم که شوهرتان یک انسان فوق‌العاده باورمند و نیک است. نوریا خانم کسی که از خدا نترسه و مهربان نباشه به خاطر انسان‌های قدر زحمت نمیکشه. و انسانی که تا این حد به خاطر دیگران تلاش میکنه به این سادگی به خود آسیب نمیرسونه. و در حالی که خانم و بچه‌ش هم چشم برایش باشن، ما باید حوصله داشته باشیم. به خاطر استاد نجاتی دعا کنیم. نه خیر استاد، این بچه آدم نمیشه. غیرحاضریاش ببینین، روزای غیرحاضریش از حاضریش کده بیشتر است. من باورم نمیشه که موسی یک بچه بیکاره باشه مدیر صاحب. اگه به او یک چانس دیگه بتیم مطمئن هستم که خدا اصلاح میکنه. موسی 2 ساعت صدایت میکنم، چرا جواب نمیدی؟ حالا چی خواد کردیم؟ چی خواد کردیم؟ اورا حالا چی میشه؟ نمیفهمم. اگه از من پرسان کنی خود جواب من داده، ولی تو مخالف هستی. حتی درباره‌اش هم فکر نکن. درست تو خب بچه شیر پرات هستی. دوزی مسئله جداست، قتل مسئله جدا. فهمیدم تو همینجا باش، من برم یک عنوان نبگیرم. تو باش من میرم. چرا؟ نمیخوایم با او تنها باشم. نه ترس نمیخوره، تا ما دستاشو بسته کردیم خاطر جمع. علاج کنیم بره، بیشتر بر ما دردسر ایجاد میکنه. حتما تا حالا میپلنش. بالاخره یک نفر گم شده، نگاه کردن او بچی درد ما میخوره. موسی لطفاً چتیات نگو. علاج کنیم که ما را به دست پلیس به در زندان بپسیم. خود دیگه چی؟ او این کارو نمیکنه، افشای ما نمیسازه. از کجا میفهمی بچه پدرت است؟ بیا از امروز فردا علاج خواد کردیم، دیگه چاره نداریم. معلوم نیست، فکر خواد کردیم. من رفتم. چارچشمی متوجهش باش. بابا شنا سادوگار شدین؟ مهم نیست. استاد حتما گشنه هستین. چیزه؟ نه گشنه نیستم. موسی تو خوب بچه بودی، کمی بازیگوش و شوخ بودی، اما بچه بدی نبودی. چرا تو شدی؟ استاد یادتان است که مدیر میخواست من از مکتب بکشه؟ شما گفتن که من ضمانت موسی را میکنم. در وجود او یک جوهر است. او خوب بچه است. من در وجود خود هیچ نوع خوبی را نمیبینم. با گمان موروز شما در گفتایتان کم اشتباه کردین. و یا از حسن نیتتان شما خواستین مرا پیش مدیر خوب نشان بدین. نه خیر موسی، من به راست بودن گپ‌های خود اعتماد داشتم. گفتنش طول میکشه، اما چیزایی که در ظرف درست رخ داد مرا سخت ناامید ساخت. اما میفهمی که بعضی جواهرها به سطح زمین نزدیک هستند. پیدا کردن، استخراج کردن و استفاده از اونها آسان است. و بعضی جواهرها هم هستند که در زیر صخره‌های کلان در عمق زمین انتظار کشف شدن ندارند. یافتن و استخراج اونها نیاز به زحمت و صبر بیشتر داره. آمدیم سر تو. اگه امروز تو به این حالت هستی، به اندازه تو هم من، هم استادای و هم خانواده تیم است. خواهش میکنم استاد، مرا دیگه خجالت نتین. شما چیزی که از دستان میامد انجام دادین. من دیگه لیاقت محبت و زحمت شما رو ندارم. این کستی است که شاگردان به خاطر درس ثبت کرده بودن. اما ایجا چی میکنه؟ میخواین ببینین داخلش چی است؟ البته موسی. استاد، شما گفتین چیزایی را که در زندگی نادیده میگیریم ثبت کنیم.
اما ما دیدیم که بیشتر متوجه زحمات و فداکاری هایی که شما در قبال ما متقبل شده نیستیم. بناهن کسیت به خاطر اظهار محبت به شما ثبت کردیم. اوف چه قپور گفتی بان که ما هم یک ذره گپ بزنه. این مسیح است. او هم مثل تو شوخ است. استاد بارها کارخانگی را که برم دادین انجام ندادین، بعضا غیرحاضری هم زیاد کردین، ولی تصویر برداری خوشم آمد. دل میشه فیلم بردار شم به خدا. استاد من بعد از اینکه شما فامیل ما قناعت دادین به کورس گیتار رفتم. یک ذره دیگه هم یاد بگیرم. اولین کنسرت خود در صنف برگزار میکنم. استاد شما واقعا یک معلم خوب هستین و ما را ببخشین. در حقیقت شما را بسیار دوست داریم. بعد از اینکه فارغ شویم و بزرگام شویم تا آخر عمر شما را فراموش نخواهد کردیم. اگه کدام وقت احترام شما را به جای نمیاریم و یا به اندازه کافی اظهار محبت نمیکنیم، از جهالت جوانی ما دانسته و ما را ببخشین. او ماهیگیر حق و جانب بود. ناامیدی حرام است. یک غلط کل صحیح ها را از بین نمیبره. هنوز باید امیدوار باشم. استاد من چی اشتباهی کردم؟ در برابر محبت و حوصله‌مندی چند سال شما چی جواب دادم؟ از اینکه شما را در یال روز من انداختم بهتر بود که زیر خاک میشدم. لطفا مرا ببخشین. تو چی میکنی موسی؟ آشم بانیم کسات بره. او را دیگه نمیتونم در یالت نگاه کنیم. یگانه کسی که مرد زندگی کمک کرده او بوده. بارا شکای مرا سیر کرده و متوجه بوده. حالا تو را هم گفته بودم استادتم. میخوای به خاطر استادت من زندانی شوم؟ او را بیشتر از این نگاه کردن نمیتونیم. به ما هیچ فایده نداره. بیا از او علاج میکنیم دیگه. او جای رفتن نمیتونه. من خودم غمش میخورم. خیلی چی دکلت است؟ نمیخوایم دوباره زندانی شوم. نمیخوایم وقتی یادم دست نکن. جای کسی الو کاشم. نه آشم این کار نکن. موسی نکن. موسی خدا لعنتت کنه. باید خدا بکنم. بچه نان تیار است. شما بخورین چند دقیقه بعد میایم. چرا واقعیت را که باعث نجات استادش میشه نمیگه؟ انسان‌ها به خاطر آشکار نشدن اشتباهات خود روی حقیقت هم میپوشانند. وقتی که پرده حقیقت دریده شد، اشتباه خود اعتراف خواهد کرد. برای فعلا جرأت این کار نداره. درست مثل سمی. ما اشتباه کردیم. گناهکار اصلی ما هستیم. از ترس پدرم بیگناه بودن استاد نجاتی را گفته نتونستم. همه چیز باید بگوییم. نمیتونم. تبا میشم. من خواهد گفتم. پدرم مرا میکشه هاکان. و اگه ایره بفهمه که دروغ گفتیم از بد بدتر خواهد شد. کمک کنه. آن کسی نیست. کمک کنه. کمک کنه. کسی نیست. استاد خدا به جای خسته نسازین. سرک عمومی از اینجا خیلی دور است. کسی این طرفا نمیایه. موسی بچه کم دیگه حوصله کن. تو را حتما نجات میتم. حتما میخوایی پدرت پس بیانی؟ بله. پشتش دق شدی؟ بله. مام همچنان. چی کنیم که پدرم پس بیاید؟ دعا کنیم و از خداوند بزرگ بخوایم که پدرت در پناه خودش داشته باشه. پدرم آمد. تو خوب شدی قندولک؟
اگه پدرم پس بیاید دیگه هیچ مریض نمیشد. خوش آمدین سالی بیادر. کدام خبر تازه است؟ اگه شما با شاگردا صحبت کنین شاید ما را کمک کنن. میشه که همراه ما بیاین؟ با کمال خوشی. بشینین بچه‌ها. ابتدا میخوایم براتون یک چیز را بگویم. استاد نجاتی مسئولیت کمره دزدیده شده را به دوش خود گرفت. بعدش هم در مورد اتفاق شب گذشته به خاطر حمایت از سمی از بیگناهی خود دفاع نکرد. شاید می همه باعث ناامیدی استاد نجاتی شده باشه. اما فکر میکنم استاد نجاتی را خانمش و بچهش برای شما بهتر معرفی کنن. نوریه خانم. سلام بچه ها. این بچه این براق است. فکر میکنم محبتی را که استادتان نسبت به شما داشت و جز من دیگه هیچ کس نمیتونه تشریح کنه. شما را به اندازه دوست داشت که من نسبت به شما حسادت میکردم. باور کنین شما را به اندازه اولاد خود دوست داشت. شب آخری که با هم یک جای بودیم بچه ما مریض شد. شما میفهمین که تب برای بچه های دست 9 سال براق چقدر خطرناک میتونه باشه. او شب براق به شفاخانه بردم تک و تنها، چون که استادتان یعنی پدر براق به خاطر نجات یکی از شماها فامیل خود مانده و رفت. بسیار علاقه دارم که بفهمم کی بود. براق برادر توست. میتونی مطمئن باشی، چون که استاد تو را به اندازه بچه خود دوست داره و با همون اندازه نگران تو است. اگر در مقابلش اشتباهی کرده باشی برش مهم نیست، چون که او همیشه در زندگی به امید باور داشت. آمدیم سر کمره. کسی که او را گرفته او همینجاست. بچه ها پیسه او کمره پیسه ای بود که به خاطر آینده براق در نظر گرفته شده بود. نجاتی پس انداز میکرد. او را به خاطر شما مصرف کرد. شما تمامتان برادرها و خواهرای براق هستین. من از شما تشکر میکنم، چون که قدر شوهر خود و استاد شما را از برکت شما فهمیدم. انشالله شما هم قدر او را خود فهمیدین. درباره استاد نجاتی هیچ معلومات به دست نامده؟ متاسفانه نه خیر. هیچ کس نمیفهمه که در کجاست. تمامش از دست من شد. از دست من مکتب علاقه رفت. تمامش از بزدلی ما بود. پس میتونی به مدیر مکتب و پدرتان بگویی. میگن جلو نقصه هر وقت که بگیری فایده است. جسارت را که حال سمی از خود نشان داد، کسی دیگه هم هست که از خود نشان بده؟ گپایی را که او روز بعد از درس ثبت کرده بودیم یادت هست؟ بله. کاش که اونا را استاد گوش میکردن. او وقت میفهمیدن که ما چقدر دوستشان داریم. متاسفانه انسان قدر کسایی را که دوست داره وقتی میفهمه که اونا را از دست میده و یا فکر میکنه که از دست داده، در حالی که هر معلم میخواد با شاگرداش همدلی و همدردی داشته باشه. میخواد نصیحتاش در زندگی شاگردای انعکاس مثبت داشته باشه. یک خصلت خوب انسانی است. استاد نجاتی رفت چون که ناامید شده بود. به نظر شما او میتونه امید خود دوباره به دست بیاره؟ چی گپ است مسیح؟ استاد میخواستم یک چیز براتان بگویم، بسیار مهم است. بیا اینجا بشی. دوایی که چی است؟
کمره گم شده را ما گرفته بودم استاد. یعنی دزدی کرده بودم. از کرده خود پشیمان هستم. خواستم اعتراف کنم اما ترسیدم، چون هر کس مرا دوست صدا میکرد و دیگه هیچ کس نمیخواست با من دوست باشه. بالاخره فهمیدی که با پنهانکاری اشتباه جبران نمیشه. حالا ناراحت نباش. چیزهای مهم دیگه هم هست که باید بفهمین. روزی که استاد نجاتی مفقود شد، من از موتر خود فیلم برداری میکردم. در این فیلم برداری بودم که موتر استاد نجاتی را دیدم. بسیار سرعت داشت. تصادفی تصویرش گرفتم. بعدشم داخل موتر توسط کمریم نزدیک کردم. استاد نجاتی را اختطاف کرده بودن. 2 پسر جوان بودن. یکیش سلا پیشش بود. اینجا در کمره ثبت است. خواستم فوراً به شما نشان بدم، اما وقت معلوم میشد که من دزد هستم. از او خاطر نشان دادن نتونستم. اگه استاد چیزی شده باشه، بشه فیلم ببینم. اینه اینجا رو ببینین، رویشان معلوم میشه. این فیلم میتونه به ما کمک کنه. تصادفاً یک چیز بسیار مهم را به دست آوردی. باید فوراً پیش پلیس بری. آفرین بچه‌م، کارت فوق‌العاده است. ببینیم که در بین این دو سیاه سوابقی 2 نفر پیدا میشه یا نه. آمر صاحب فکر میکنم که یک شمی است. خودش است. او در دزدی و چاقو کشی سابقه داره. 1 سال هم زندان رفته. دیگه شه ببین. میبینم. دیگه شام است. او به جرم دزدی 1 بار دستگیر شده. جایشان باید پیدا کنیم. تصویرهای کامera را به دقت چک کن. باید اونا را دستگیر کنیم. خالد 1 دفعه کامera رو روشن کن. 64 فهمیده شد. مرکز 75 63 فهمیده شد. فهمیده شد 64 فهمیده شد. این تصویرها را در کجا گرفتی یادت است؟ ما در موتر بودیم. دقیقاً یادم نیست. اما طرفای توزلا کدام جای بود. صبر کن. یکم پشت سر برو. درست است، سادش کن. در پشت سر 1 لوحه هست، دیدیش؟ بله. خالد میتونی او را نزدیک کنی؟ کوشش خودم میکنم. نمیفهم خوانده میشه یا نه. تپه ای دوست، جای محبس سابقه. آماده عملیات شوین. با چشم صاحب. تمام خانه‌های دور بر میپالیم، دکانا را هر جایی که باشه. من دیگه کار نداریم. ساحه خیلی وسیع است. اگه داوطلب باشین بسیار خوب میشه. خدا کنه که معلم ما را چیزی نشده باشه. انشالله که اونا با موقع میرسن. تا هم به پلیس زیاد کمک کردی. باید امیدوار باشی. خداوندا کمکم کن. یک راه و یک چاره بریم نشان بده، دیوانه میشم. پدرم اومد. سلام. خوش آمدین بچه ها. بیاین داخل. چرا زحمت کشیدین؟ ما خواستیم در پهلوی شما باشیم. به خاطر پیدا شدن استاد ما همیشه دعا میکنیم شما هم خودت تنها احساس نکنین. تمام ما استاد نجاتی را دوست داریم و میخواییم که صحیح و سالم باشن. زنده باشین بچه. بسیار زیاد تشکر. نمیفهمم براتون چی بگویم. خداوند شما رو خیر بده. ما آواز میکنم. دیگه غصه نخورین. ما مطمئن هستیم که استاد ما صحیح و سالم پیدا خواهد شد. انشاءالله بچه. انشاءالله.
براتان خبر خوش دارم. رد استاد ما پیدا شده. خدایا هزار بار شکرت. به خاطر پیدا کردن استاد به چند نفر داوطلب ضرورت داریم. ما کل ما داوطلب هستیم. ما بسیار معذرت میخوایم. مرا ببخشید. استادتان هر چه زودتر پیدا کنین. اگر شما را در برابر خود ببینه مطمئن هستم که رنجای خود فراموش میکنه. الا بچه‌ها بیاین که بریم. موسی یکم نگام طاقت کن. ایلا موسی خلاص بشه. کم مونده. استاد حوصله کن. موسی احمق خدا به کشتن داد. اون نفرم باید بکشم. مرا دیده که موسی را زدم. ایلا موسی خلاص بشه. استاد کم مونده. حوصله کن. استاد من دیگه طاقت ندارم. مرا کمک کن. من مستحق جزاستم. من نتونستم آدم خوبی باشم. من نتونستم یک شاگرد خوب به شما باشم. من لیاقت شما را نداشتم هیچ وقت. موسی 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 پیداشون نکردیم. تمام خانه رو پالیدیم. هیچ کس ندیدشون. اگه در دور اطراف باشن دستگیرشان میکنیم. خدا کن از شهر بیرون نرفته باشن. بچم رمه گوسفندایم تیز شدن. مرا کمک کنین. یک قسمتشان این طرف گریختن، یک قسمتشان داخل جنگل. برو کاکا، ما خودمون کلان مشکل داریم. او گوسفندا روزی ما هستن بچم. به خاطر رضای خدا کمک کنین. با این پیری و زهیر چطور جمعشان کنم؟ خواهش میکنم کمکم کنین. شما موتر دارین. خواهش میکنم کمکم کنین بچم. گفتی کدام طرف گریختن؟ خدا شکرت. موسی طاقت کن. طاقت کن موسی، طاقت کن. گوش کو کار غلط نکنی. رفیق در حال جان کندن است. باید شفاخانه برسانمش. بانک کده موتر خودم ببرمش. خب از اونجا پیش پلیس بری و من به زندان برم. پیش پلیس نبریم. قول میتونم جانش در خطر است. از لبدگی خودش است. گفتمش که کارا تو رو یکسره کنیم و بریم. حالا تو هم بسر نوشته و تو چاقاک شدی. از خاطر تو زندان رفتن نمیتونم.
گوسفندا رو خونه یافتیم. ببینیم اینجا چیزی هست یا نه. پشت سر کنترل کنین. اگه دروازه باشه متوجهش باشین. بیبی بچه اشتباه میکنی. رفیقت بسیار خون ضایع کرده. باید فوراً به شفاخانه ببریمش. چون باش قبل از تو بسیار پرو میگی. راهنه جلتا بات میکنم. چاقو رو بنداز. نکنه کدام چیزی شده باشه. چرا تا حال زنگ نزدن؟ آرام باشین. حتما برای ما هم خبر خواد دادن. بله. نجاتی خوب هستی؟ حال کجاسی؟ چیزی خونه شدید؟ نجاتی تو یک انسان بسیار خوب هستی. تو یک شوهر خوب، یک پدر خوب و یک معلم خوبم هستی. تو رو درک نکرده بودم، اما حال درکت میکنم. من تو رو دوست دارم، بسیار زیاد دوست دارم، بسیار زیاد. عامر صاحب امر دیگه نیست؟ کل گفته‌های شما را مأمور مربوطه نوشته کرده. تکرار بخونین. اگه کدام اشتباهی نباشه امضاش کنین لطفا. با چشم. او را اله خود کردن؟ حوصله کنین نوریه خانم. حالا میای بیرون. این عامر صاحب یک چیز پرسان کنم. وضعیت موسی چطور میشه؟ بعد از اینکه ساعتش خوب شد محاکمه میشه و هر جزایی را که محکمه صادر کنه میبینه. فهمیدم. موسی خواست که مرا نجات بده و به خاطر من زخمی شد. این امر محکمه در نظر خواد گرفت؟ البته. به هر حال محکمه برفای شما به عنوان شاهد گوش خواد داد. درست است. استاد نجاتی والا بود برکتش نیست. تشکر. شما هم سلامت باشید. سر وقت رسیده. زندگی من نجات داده. موفق باشید. استاد نجاتی آمدن. نجاتی. پدر مومن. پدر جان. جان پدر. پدر. استاد دل ما بسیار برتان تنگ شده بود. بدون شما درس مزه نمیته. در موردت غلط فکر کرده بودم نجاتی. معذرت مرا بپذیر لطفا. دیگه معلمی خو نخواد کردی. گپ نیست. ما هم دستم تو را شریک خود بسازم. استاد شما خواست به شما نمیرین نه؟ این کار بسیار تکلیف داره. فکر نکنم قبول کنه. چطور؟ ما بدون سر و صدای بچه ها زندگی کردن نمیتونم. در زندگی که با شوخی ها مشکلات و درس های اینا مصروف نباشم برای من مفهومی نداره. استاد نجاتی. 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 استاد. میگن از مهربانی مرض به وجود میآید. بعضی ها باریکی کارو نمیفهمن. اما استاد نجاتی چندان اهمیت به او نداد. مرض از مهربانی به وجود نمیآید، بلکه از نفس ها به وجود میآید. این مرض یا منتگذاری خوبی کننده به بار میاره و یا کبر کسی که به او خوبی شده. اگر باران رحمت الهی به پایان نمی بود، نه یک گیاه در روی زمین می روید و نه هم هیچ بنده بدون جزا باقی می ماند. اما الله جل جلاله صاحب لطف و مهربانی است. خوشا به حال کسایی که رحمت الله را نصیب شدن.